Good evening, my dears. It's again me, Farzana Jaborova. Today I'm going to teach you the 13 steps to English language skill. First of all, let me to speak in Tajik. امروز من همراه شما موضوع دیگری زبان انگلیسی یعنی سوالگزاری جمله ها را خواهم گذاشت. حالا باشد، بالا همه نگریم. در زبان انگلیسی با دو راه به جمله های تصدیقی سوال می گذارند. یکم راه این سوال های عمومی، دویم راه باشد این سوال های مخصوص. مثلا جمله This is a pen. این جمله ما جمله تصدیقی است. یعنی این روچکه است. حالا باشد اول ما به این جمله سوال عمومی را میگذاریم. سوال عمومی با چنین راه ساخته می شود. هنگام گرفتن فعل is و گذاشتن آن به پیش جانشین اشارتی is سوال عمومی حاصل می شود. به مانند is this a pen? Is this a pen? یعنی این سوال عمومی است. سوال عمومی. وقتی که فعل is به سر جمله می آید این بغیر از معنای است یا که می باشد باز معنای آیا را دارد. آیا این روچکه است؟ آیا این روچکه است؟ به سوال عمومی ما بیشتر با دو راه با جواب کوتاه جواب می دهیم. یکم yes it is. Yes it is. بله. هنگام جواب انکاری دادن ما از حیثیت no استفاده میبریم. No it is not. No it is not. نه. حالا باشد سوال مخصوص را میگذاریم. برای سوال مخصوص ساختن ما از کلمه جانشین های مخصوص به مانند what استفاده میبریم. کلمه what معنای چی را دارد. What چی. بیاید اکنون به جمله اولمان یعنی به جمله تصدیقی با راه سوال مخصوص سوال گذاری میکنیم. مثلا What is this? What is this? این چی است؟ اکنون به چنین سوال ما باز راه دیگر جواب میگردانیم. It is a pen. یعنی این روچکه است. این بود موضوع امروزی ما. حالا باشد در طرف راست جمله های داده شدند که هم در شکل سوال عمومی و هم در شکل سوال مخصوص می باشند. به مانند Is this a pen? No it isn't. Is this a pencil? Yes it is. Is this a table? No it isn't. Is this a desk? Yes it is. What is this? It is a bed. What is this? It is a dress. جمله های زیرین را خود شما باید در خانه نشسته به مانند من ترجمه کرده باشید. این بود سپارش امروزی شما. Thank you for watching. Bye bye.